من اثر نیست. یاران برای یاری غالب بخر رقیبند، طرز سی عالمم نیست تا دوستان قریبند. دنیا ترانه ایمه با دوستان همدم، با عشق و خنده های در روزی شادی و غم، از جرم و از خطاها وارسته نتوانم. آینه های حق بین در چشمی دوستانم. جان دوستان، جان دوستان، جان جهان دوستان، با صداقت با محبت بهتر زی جان دوستان. جان دوستان، جان دوستان، جانی جهان دوستان، مهربانان هم زبانان بهتر زی جان دوستان. بالای شما بردارد قدر مرا، مهرتون گرمی بخشد دنیای دخل و زرا. صد در دورنجی عالم از سر شود گریزان، تا همدمی شمایم هی دوستان عزیزان. با شما بیش و کمی من دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیز شبکه شهنان، امروز جمع تبریکات شهنان در طرفخانه آچیل بابا در 25 سالگی ختم مکتب که سال 2001 مکتب را ختم کردند. ختم کننده های سال تولد 1983 1984 سالها و اکثر آنها که در مسافرت هستند همسیفانشان را تبریک میگویم. از نام پرویزکا، بهادرکا، معروفیکا، آبیدکا، الهامکا، فردوسکا امروزه همسیفان را تبریک میگویم و با استادان تشکر میرسانیم. آغاز کردیم. آغاز همه سخن سلام است، زیرا که سلام نیز احترام است. السلام علیکم استادان عزیز، السلام علیکم ختم کننده ها که سال 2001 مکتب را ختم کردند. من امروز بعد از گذشتن 25 سال باز یک جای سرجم آمدن، یک جای دیده و دیدار همدیگر رسیدن. استاد و آموزگارها را با حرمت و احترام تکلیف کردند و از آن لحظه های کودکی و فراموش ناپذیر بهره مند شدند. امروز همه شمایان را از نام مسافر همسنفانتان که در مسافرت هستند و راهبری پرویزکا، بهادرکا، معروفیکا، آبیدکا، الهامکا، فردوسکا ها شمایان را تبریک میگویم. همراهی پرویزکا صحبت کردم، گفتند سر اول حسین جان خدا رحمت کند معلمه عزیزمان را که در صنف ابتدایی برای ما تعلیم دادند، تربیت دادند، خط و سواد را آموزاندند، نوشتن حرف و رقم ها را آموزاندند. معلمه ابلاقولова، خداوند کریم روحشان را شاد، آخرتشان را آباد کند. و بعد از آن ما را دو معلمه راهبری کردند، معلمه خلیلова تا صنف نو، معلمه ستارova ما را ختم مکتب کردند. و تشکر میگویم به تمام استاد و آموزگارها و معلمه شراپova، محمدخولova، رحمتova که امروز برای بزم ما را باز هم زیباتر گذرانیدند، همراهی ما اشتراک کرده ایستادند. معلمه ها حال چشم شما و ما هم همین ختم کننده ها هم همچون کودک بریم، کودکی که نو قدم ها را با مکتب آمد،
گذاشت. کودکی که فقط میخواهد بازی کند، با بازی ها عمر را گذراند. امروز همه ختم کننده ها که 25 سالگی ختم مکتب را جشن گرفته ایستادند، همه‌شان چند ساعت ها سفر کرده ایستادند با راهبری شمایان به همون وقت، به همون شهری که غم، اندوه، تشویش های زندگی نبود، وقتی بهترین مکتب بود. برای تعلیم و تربیتی که شمایان دادید، برای علم و فرهنگ و معارفی که شمایان دادید، معلم ها از نام همه ختم کننده های امروزه برای شمایان تشکر میگویم. تا جهان باقی است ای آموزگار، نام تو ماند در جهان پایدار. همسینفان شما را در حقیقت مسافر همسینفانتان یاد کردند. بار دیگر از نام پرویزکه، محمودکه، معروفیکه، امیدکه، علمامکه، فردوسکه تبریک میگوییم. آنها مانند گل هستند که شمایان آب از سریع از آب شمایان سرسبز میکردند. گیاهی تشنه‌ام باران ای دوست، منم پیمان و تو درمان ای دوست. مرا دیر میکشم بر صحبتی تو، تمنای دل تزمان ای دوست. بجانم تا نباشم لیک دانم، تو بر من جانی جانی جانی. 6 سالگی 27 سالگی هم خیلی کلام جشن گرفتن نصیب کند. خدا رحمت کند گذشتگان را. علاقه در مابین اینقدر مدت کوتاه دو همسینفان شمایان شما را ترک کردند. این است یک اعتبار، این است یک محبت دوستانه به همسینف و به دوست که در این روز خرسندی شمایان یاد گذشتگان را کردید. خدا هر دوی گذشتگان را و معلم ابوالخدا را رحمت کند، شایسته جنت کند، گروهایشان را پرنور گرداند میگویم. کلاس رو میخواند یک تمرین امروز روز خرسندی است. مرحبا. Assalomu alaykum hamsinfoni azizam. Man xush omadam ota-ona bolamlar, muallimo, hamsinfon. Imroz mana ro'zi xursandi 25 solagi xatm qadagi mubdar. خودم نمیدونم که من هم قبح میونم چقدر وقت گذشته از خود گفتگوی که تیل عاجز شدگی بری خورسند شدیم خیلی چی گفتگو ندونستیم هم آتام شامده اکو اینجا و سحنی منبر بشه زرنگ زرم السلام علیکم دوستان عزیز، معلمان مهربان و همه شما اولین بار صحت سلامتی، عمر دراز، رزق و فراز و عائله‌تان تنج و آسایشتگی تمنا دارم. معلمان خوش آمدید. وقتی خود را دریغ نداشتن با ما همراه شده خیر مقدم میگیم. دوستان عزیز، همه شما را با این روز خرسندیتان، با این روز 25 سالگی ختم مکتب تبریک و مبارکباد می‌نمایم و می‌خواهم همه وقت هم خیلی خوشرو، زیبا، خرسند گردید. حالا در بین ما دو همسینفمان نیست. الها اینها هم جایهایشون از پیشکی جنت شده باشد، راحتشون همراهی ما باشد. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. معلمان پدر هستند و مادر استاد هستند. معلمان چون سرچشمه خط و سواد هستند. معلمان نمی بودند فرهنگ و تمدن کو. معلمان پیر و پوری جهان بهزاد هستند. و همه شما تشکر زیاد. خوش آمدید. السلام علیکم همسینفانی عزیز، معلمان مهربان، همه شمایان را خوش آمدیدتان میگویم به 25 سالگی یوبیلی مهم نوری دیدن تاج سر. معلمان عزیز، همه وقت صحت سلامت باشید. کمال پیریه دیده گردید. حضوری نبره ابره چبره دیده گردید. ماهان دک شاگردا یک bayram یوبیلی و شما یخلا کده bayramو و جوزانید. همه وقت صحت باشید. سری همه آیلاتون و
سری همه شاگرداتون با همسینفانی عزیز و همه شمایان صحت سلامتی عمری دراز بخت سفید در دل چی آرزو داره همه‌تون جامعه عمل پوشد فرزندایتون کنه بختاشون بینه چی آرزو هوس داره همه وقت تینج باشه اویلوتون کتی همه یکاتون راهی دور بودگی ها مونه اخلا کدیم شما با هزار یک بار رحمت از نامی تمامی همسینفان ساق رفته سلامت سری فرزنداتون و بیه شما در بین ما صد افسوس چلکار چلدورون اسی زینیدی همسینفانی ما همه وقت در قلب ما هستند اینها یکی از بهترین طلبای سینفون بوده زینیدی هم کار با تشکیلاتچی من گفتی زرین یک چیز شبه استرس تشکیل کده دختر رو دوای پسر رو دوای گفته هم اون جمع کدگی بود صد افسوس این دنیا عمرشون همو قبض است الهی خدای مهربانم هر دوی اینای از پشکه جنت جاشون جای عطا کرده باشد این دنیا با عذابی کشیدگیشون و این دنیا با راحت شدگی باشد مایل خیر حسین رحمتی کلام شما با آمده خورسندی ما با شریک شده شما هم ساخت سلامت باشه رحمت نرفتم استیم همجا استیم بای برک میکنیم می نمی باید من ستاره باید یک لحظه شما تکلیف کنیم یا نشان باید وقتی که شما ها 2001 سال مکتب ختم کرده ویپسنایا چخیلی میشد خونه با حولی با حولی با یک پاییزی دیگر امروز کمک همون ویپسنای با هم سفر میکنیم حالا ما ستاره با شما تکلیف میکنیم محمد خدا مرحمت شما رو نیست تکلیف میکنیم یک تا شیرینی رو بریم یک تا معلمه ها مرحمت همه ما یک جای میبینیم مرحمت برای تکلیف کردگی خودتون هم یکتون و رحمتی کلام جای باشه سال باشه سلامت باشه معلم بودن فخری کلام است معلم دوستانی کودکان است و امروز من شمایان دخترکانی عزیز رو دیدم بسیار شاد شدم وقتی که بسیار یکم قبول میکردن همه با پرتوچه‌های سفید زیبای شروع شدن میامده حاضر شما دیگر همون دوره کودکی شما وقت دندازی به جای باشه سال باشه با اولادای کودکان هیچ باشه همدیگر را عزت و حرمت کنید از افراد همدیگر یکتون سوپاس باشه کودک‌ها به جای باشن سال باشن بچه‌های عزیز برای فرزندکاشون که رفتن سال رفته سلامت میآیند هم یکتون جایی باشه سال باشه شاگردان عزیز من با شما فخر میکنم که همیشه دخترکای زیبا من امروز بعضیاتون آنه شده بعضیاتون دختر بلاورسه کلین آورسه یا این بزرگی بچه یکتون رو بگه هم یکتون رحمت برای تکلیف کرده یکتون رحمت الله مرحبا تکلیف کردگیتون بخواهد تکلیف رحمت هم یکتون زیر لایتی سری لایتی مرحمت این طرف میشه زایتی مرحبا دو کس نامشاد را میگیره مرحبا لطف لایتی پالایتی مرحبا
زایتی بهتر ز جان دوستان منیره و سریا آیتی ها مرحبا برادری من نامی نگوید ای دوست از شیر و شکری من در عالم جان دوستان جان دوستان جانی جهان دوستان مهربانان همزبانان بهتر یاران برای یاری غالب بخر رقیبند در زیسی عالمم نیست تا دوستان قریبند دنیا ترانه ایمه با دوستان همدم آینه خواهی تخت دیلا زایتی و مولا زایتی مرحبا چشمی دوستان جان دوستان جان دوستان جانی جهان دوستان با صداقت با محبت بهتر ز جان دوستان جان دوستان جان دوستان جانی جهان دوستان مهربانان همزبانان بهتر ز جان دوستان زردی سرایتی و ندیم آیتی مرحبا دنیای دق روزن فاطمه و زهرا مرحبا دورنجی عالم از سر شود گریزان از شماس روخی روانم شاد و مهر بخش توانگر دستتان میدهد دستی صد باغ و بوستان در جواب عاجزم من نگین آیتی و زلفی آیتی مرحبا جان دوستان جان دوستان جان دوستان جهان دوستان مهربانان همزبانان بهتر ز جان دوستان برای معلمه و بطلوه این بر از شیرینی و هم میبینم یارو بر اکابیر اکرم بچه های گفتبین نامی نکن جانی اکرم مرحبا از شیر و شکری من
میزند زنگوله زنگ آخرین نقطه میماند به دور کودکی. ما کنون خواننده نادان نیم، رهنمای ماست اندیرودکی. عزیزان 25 سال شده است ان همین زنگوله آخرین مراتبه برای امروزه ختم کننده ها زد و آنها را از حیات مکتب و کودکی به حیات مستقلانه گذرد. می‌بینید که دوستی و رشته رفاقت چقدر مستحکم است. من بعد از گذشتن 25 سال هم 3 صنف یک جای جمع شدند. استادان را تکلیف کردند، آن نفرانی که گذشتند آنها را
خاطرشان را یاد کردند. با ما باشد و با ما این خیلی لحظه های بهترین رو همراهی تنها شمایان به هم ببینیم. خود را احتیاط کنید.